شبی که من جن دیدم. تابستان 19 سالگیم بعد از امتحانات دانشگاه تصمیم گرفتم تو راهی که همیشه بهش فکر میکردم قدم بذارم. زندگی مادی دنیا به نظرم بیش از بیش تکراری، پوچ و بیهوده بود. چاره‌ای نداشتم. به توصیه یکی از کتاب‌های راهنمای تصوف شروع کردم به گرفتن روزه آب. مدت 40 روز بود. شب روز ششم بود که هوسم به ارادم پیروز شد و یه گوجه فرنگی خوردم. روزه آب تموم شد و من قدرت اینو نداشتم که 40 روز از سر بگیرم. از فردای اون شب شروع به روزه معمولی، ترک حیوانی و ترک همه چیزهای مادی لذت بخش کردم. افطارم معمولا تکه نون و آب بود. بعد از 10 روز تصمیم گرفتم همزمان شروع به ذکر خوندن بکنم. این کتاب اثرات شگفت‌انگیز و سحرآمیزی برای هر ذکر نوشته شده بود. من از کار دیدن عجایب رو انتخاب کردم. ذکرها عبارت بودن از یک ذکر کوتاه 1001 مرتبه که من هر روز 10,001 مرتبه میخوندم و علاوه یک دعای تقریبا یک صفحه‌ای که روزی 27 مرتبه بود و یک دعای نسبتاً طولانی. از کار خیلی زودتر از چیزی که تصور میکردم اثر کردم. شب روز 4 یا 5 بعد از شروع ذکر خوندن بود که وقتی به خواب رفتم مثل اینکه تنم فوراً خوابیدم و من کاملاً هوشیار بودم. توی فضای تاریک و سیاه وجودم. انگار منتظر بودم. بعد از حدود 2 ساعت چشمام ناگهان باز شد. انگار چشمام میخواستن از حدقه بزنن بیرون. نگاهم به سقف بود که دریای فوق‌العاده زیبایی رو روی سقف دیدم. امواج پی در پی، طوفان. همونطور که چشمام به سقف دوخته شده بودن من هیچ تسلطی به تنم نداشتم. حتی پلک هم نمیزدم. انگار سنگ بودم. بعد از 15 یا 20 دقیقه چشمام محکم بسته شدن. چند دقیقه بعد به حال خودم اومدم و چشمام باز کردم. خیلی خسته بودم. به خواب رفتم. این تجربه همزمان با روزها و اذکار هر 2 شب یک بار تکرار میشد. بعد از اون شب 2 بار دیگه اون دریای طوفانی رو روی سقف دیدم. بار سوم صخره‌ای هم گوشه‌ای بود. بار 4 یک قصر فوق‌العاده زیبا شبیه قصر چینی‌ها دیدم که 2 طبقه بود. بالای طبقه دوم یک درخت زیبای پر از شکوفه بود. از نزدیکی قصر یک چشمه رد می‌شد. بار 5 پروانه بلوری با بالهایی با گوشه‌های گرد که هر بالش حدود 1 دست بود از بالای سرم پرواز کرد و روی دیوار نشست. اون شب انگار جسمم نبود و داشت ذکرهای عربی ناآشنا تون زمزمه می‌کرد. من از تجربیاتم خیلی شاد بودم. فراموش کرده بودم ظاهرم شبیه یک مرده متحرک با دور چشمای سیاه کبود شده. غرق در دنیای جدیدی که 2 شب یک بار رأس ساعت 1:30 تا 2 شب ظاهر می‌شد بودم. حتی یک بار ظهر وقتی کاملا هوشیار بودم چیزهایی دیدم. یک روز که داشتم یکی از کتاب‌ها رو می‌خوندم چشمم به دعایی افتاد که مربوط به احضار جن بود. نمیدونم چرا اونقدر از خودم اون موقع مطمئن بودم. بعد از افطار غسل گرفتم، چند رکعت نماز حاجت و بعد اون دعای طولانی احضار جن. اون شب هیچ اتفاقی نیفتاد. روز بعد مادر بزرگم مهمونم بود. طفلکی از دیدن چهره من شوکه شد. فکر می‌کرد رو به موتم. این شد که مادر بزرگ مهربونم به زور چند تا کتلت چپون توی حلقم. با خوردن گوشت ترک حیوانی من باطل شده بود و من نمیتونستم بدون ترک حیوانی ذکر بخونم. تصمیم گرفتم چند روز کنار بکشم. روزه ها رو هم قطع کردم و زندگیم به حالت عادی برگشته بود. اتاق من پنجره بزرگ داشت که مشرف به گلخونه سنگی بود. بالای گلخونه نورگیر بود. دور گلخونه شیشه نداشت. و سنگای مرمر فقط چند تا گلدون کوچیک بود. پنجره اتاقم که حدود نیم متر از کف اتاق فاصله داشت همیشه باز بود. به خصوص تابستون که پنجره‌های نورگیرم باز بودن و از سقف باد خنکی وارد اتاقم میشد. 3 روز از قطع ترک حیوانی من گذشته بود. شب نزدیکای ساعت 2 بود و من سر حال و بیخواب مشغول خوندن یک کتاب علمی بودم. جایی که نشسته بودم از پنجره حدود 1.5 متر فاصله داشت. یک دفعه انگار یکی به سرعت سرمو طرف پنجره چرخوند. چشمم به چشم موجودی افتاد که درست پشت قاب پنجره بود. نگاهش وجودم و خاکستر کرد. چشمای متوسطش سفیدی نداشت. سیاه بود. برق مختصری توی چشماش بود. مژه و ابرو نداشت. سرش کمی از سر انسان کوچکتر بود. سرش گوشه بالای پنجره بود. معلوم بود قدش خیلی بلنده. موهاش کوتاه و پرکلاغی بود. پیشونی خیلی بلندش برخلاف پوست گونه‌هاش صاف بود. لبای باریک و دهن گشادی داشت با یه لبخند کریه که همه صورت خاکستریشو چروک کرده بود. نمیدونم چند دقیقه خیره بهش یخ زده بودم. ثانیه‌ها مثل ساعت‌ها می‌گذشت. وقتی که به خودم اومدم و خواستم اسم خدا رو ببرم که از اونجا بره، من زبونم انگار زبون یه لال مادرزاد بود. تنها چیزی که از زبونم خارج میشد پته پته بود. مایوسانه مثل دیوانه‌ها دستامو تکون می‌دادم و پته پته می‌کردم.
اون تمام مدت خیره به من با لبخند موذیانش تماشا میکرد. حتی نمیتونستم فریاد بکشم، انگار هیچ کس نبود کمکم کنه. بالاخره متوجه قرآنی که روی میز چوبی قدیمی گذاشته بودم شدم. یأسم امید شد. تا خواستم برش دارم اونجا ناپدید شد. بعد از اون شب توبه کردم. دیگه حتی ذکر هم نخوندم. مدت‌ها طول کشید که به حالت عادی برگردم. تا 6 ماه بعد هر شب غرق در عرق از خواب میپریدم و هزیون میگفتم. اگر شب یه دفعه کسی رو توی گلخونه میدیدم بی اختیار تته پته میکردم، انگار باز اونو دیدم. الان چند سال از اون ماجرا گذشته، شاید بازم بخوام وارد متافیزیک بشم، اما دیگه هیچ وقت سراغ اجنه نمیرم.